عزیزان خیلی خوش اومدین به یه جلسه آموزشی دیگه با من. حتما عضو کانال باشید چون آموزش‌های جذابی تو راهه. امروز هم می‌خوایم این سینی جذاب رو با همین ظرف دور ریختنی یک بار مصرف خرما بسازیم. خرماهاش خورده شده، ظرفش کاملا شسته شده و می‌خوایم بریم سراغ ساختنش. خب مثل همیشه درصد ترکیب پودر و آب من 35% هست، بستگی به پودری داره که استفاده می‌کنین. همونطور که می‌بینید از هیچ ابزار خاصی استفاده نکردم. پودر، یه قاشق آب و سطلی که تو خونه همه شما هست. ملاتم رو کاملا یک نواخت کردم. از 2 تا رنگ مورد علاقه خودم استفاده می‌کنم برای تکنیک ماربل یا همون سنگ مرمر. این دیگه بستگی به سلیقه شما داره. ملاتم رو داخل ظرف می‌ریزم. همینطور که می‌بینین طرح‌های فوق‌العاده جذابی داره ایجاد میشه. اینم بگم که برای ساختن این سینی من از 500 گرم پودر هنری استفاده کردم و 35% هم آب. اجازه میدم تا به صورت یک نواخت داخل ظرفم مالات خشک بشه، حدوداً بعد از 2 ساعت، چون تکنیک ماربل هست و همینطور که میبینید خیلی راحت بدون استفاده از اسپری سیلیکونی یا هر تکنیک دیگه‌ای سینی خوشگل من از ظرف جدا شد و یک قالب خیلی جذاب از این به بعد دارم.